توی این ویدیو میخوایم یک استراتژی با وین ریت بالا رو با هم بررسی کنیم. پس بدون معطلی بزن که بریم. توجه: فعالیت در بازارهای مالی مثل فارکس و باینری آپشن و سهام همواره با ریسک همراه هستند. مسئولیت تمامی تصمیمات و ضررهای احتمالی بر عهده خود شما میباشد. سلام و عرض ادب خدمت شما افیکس ماکسیای عزیز. بنده آرمین قادری هستم و امروز خیلی خوشحالم که در خدمتتونم و امروز خدمتتون رسیدیم با یک استراتژی جدید. بچه ها اجازه بدید من اینا رو پاک کنم. برای بازارهای باینری آپشن که ازش به اصطلاح میتونید استفاده کنید. و بچه این سیستمی که امروز میخوایم با هم بررسی کنیم وین ریتی بین 70% الی 80% رو شامل میشه. به راحتی هرچه تمامتر، فقط نیاز به 4-5 تا تاییدیه دارید. فقط بچه این به شرطیه که شما بک تست از این سیستم گرفته باشید و به اصطلاح با گرفتن اون بک تست شما وین ریتتون به 70-80% میرسه. در غیر اون صورت شما 20 الی 30% مواقع امکان داره که با این استراتژی تحلیلتون درست در بیاد. پس حتما بچه بک تست فراموشتون نشه. خب بریم یک دور تئوری قضیه رو نگاه کنیم ببینیم که اصلا به چه صورت هستش. ببینید بچه اسم این سیستم هستش پارابولیک SAR and RSI که بچه بهش سیستم روباه یا سیستم دودویی فاکس هم گفته میشه که بچه تایم فریمی که شما برای این سیستم نیاز دارید تایم فریم 15 با یه رنگ دیگه بنویسم 15 دقیقه و EXP یا Expire Date این سیستم C مین یا بچه 2 تا کندل هستش. چند تا اندیکاتور نیاز دارید که همش اینجا تک تک با جزئیات. البته بذارید اینم براتون قرمزش کنم که بهتر متوجه بشید. تمام تک تک اینا واسهتون اینجا آورده شده اندیکاتورهایی که نیاز دارید. یه سری قوانین خرید رو اینجا واسهتون مشخص کرده، یه سری قوانین فروش رو در این ناحیه، یه سری نکات هم اینجا واسهتون آورده شده که در صورت نیاز باید مطالعهش کنید تا وین ریتتون بچه‌ها بالاتر بیاد. و هرچی وین ریت شما بالاتر بیاد شما سود بیشتری از بازار کسب میکنید. پس حتما روی سیستمتون بچه‌ها تمرکز کافی رو داشته باشید. خب بریم سر وقت کارمون. خب بچه یه دونه فایل واسه شما اینجا قرار داده شده که این فایل رو باید دانلود بکنید. خب این فایل ها رو الان من دانلود کردم. اینا رو انتخاب یه کنترل C که بزنید همش واسهتون کپی میشه. بعد میاد تو قسمت محیط متاتریدر 4 خودتون و بعد میاد تو قسمت فایل، میاد تو قسمت Open Data Folder و بعد میاد تو قسمت MQL4، بعد قسمت Indicators و بعد همه اونا رو بچه‌ها اینجا باید پیستشون بکنید. بعد از اینکه پیست کردید میاد تو قسمت ویو، میاد تو قسمت نویگیتور و بعد میاد تو قسمت اگزمپلز. یه ریفرش که بزنید بچه همه اینا دونه دونه به چارتتون اد شده. خب اوکی خیلی هم عالی. البته بذار من اینا رو هم پاک کنم. بسیار هم عالی. خب بریم دونه دونه اینا رو به چارتمون اد بکنیم ببینیم که اصلا به چه صورت هستش. بچه ما یه RSI نیاز داریم یا اینه Relative Strength Index با تنظیمات 35 و 65 لول هاش هستش. پارامترش هم پریدش هم بچه بذاری روی 6.
یه همچین شماتیکی میگیره. تایم فریم 15 تایم فریم اونم درسته. خب چیز دیگه ای که احتیاج داریم یه نم adaptive parabolic هستش که یه دونه به این شکله، یه دونه هم به این شکل. خب چیز دیگه ای که نیاز دارید بچه ها همیناست. با همینا یک ترید میتونید انجام بدید. به چه صورت؟ ما به شما توضیح خواهیم داد. ابتدا نکته ای که هستش بچه ها، ابتدا نکته ای که هستش، من همیشه طبق روالم همیشه اول معاملات بای رو برای شما توضیح خواهم داد و میگم که اصلا بای گرفتن با این سیستم به چه شکل انجام میشه. خب بچه ها کاری که شما باید انجام بدید در ابتدا اینه که دقت داشته باشید سطح RSI تون، یعنی بچه ها چه نموداری؟ این نمودار باید پایین لول 65 شما قرار داشته باشه برای بای گرفتن. تکرار میکنم باید پایین این سطح قرار داشته باشه. خب برای مثلا ما کجا رو داریم بررسی میکنیم؟ آیا میبینیم که آیا میخواستیم این روند رو بگیریم، آیا جواب میداد به ما یا نمیداد؟ البته از اینجا که نه، دقیقا از اینجا بهتر، یا حتی اینجا. آره اینجا بهتر. میبینیم که آره سطح به اصطلاح 35 ما رو یه جور بریکی انجام داده و بعد از اینکه سطح 35 ما رو بریک کرده، قضیه دیگه ای که اینجا پیش میاد چیه؟ اینه که تاییدیه دوم ماست. تاییدیه دوم ما چی میگه؟ میگه که دوتا اینا دادگر بلو باید به سمت آبی میل کنه که متاسفانه بچه شما اینجا پوزیشنتون رو نمیتونستید بگیرید. پس بریم یه روند دیگر رو با هم بررسی کنیم. آها اینجا عالیه. توی این کندل، حالا این کندل بهتر، این کندل. بله خب اینجا میگه شروع کنه به آبی شدن و پایین سطح 65 شما باشه. البته این روند رو هم نمیتونستید بگیرید به خاطر اینکه خب به هر حال هر استراتژی نیاز به یه سری تاییدیه ها داره بچه. توی این ناحیه این ناحیه خوبه. ببینید اول پایین سطح 65 که اینجا هستش، پایین سطح 65 تو این لول، تو این لول پایین سطح 65. پس اینجا میتونستید یه ورود خوب رو داشته باشید. خب اوکی. قضیه دومی که پیش میاد اینه که بچه ها هم نقاط دادگر بلو یعنی آبی بهمون بده که اینجا هست و این هم به رنگ آبی تشکیل بشه. کاری داشت بچه ها این تاییدیه ها؟ واقعا کاری نداره. دوتا تاییدیه خوشگل میگیرید. حالا این کندل رو ممکن بوده نتونید بگیرید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بچه شما باید تمرین کنید، بک تست بگیرید. این استراتژی بک تست نیاز داره. شما سر خود نمیتونید برید تو بازار. شما تنها کاری که میتونید بکنید اینه که من الان مثلا متوجه شدم معمولا کندل های بعد از این سیستم به صورت هیجانی تشکیل میشه. چرا؟ ببینید قدرت مومنتوم رو، این بادی رو با چه میدونم این بادی برای مثال مقایسه کنید، ببینید اصلا 2 برابر اونه. این نصفش 50% هم نیست. متوجه اید؟
این سیستم رو بک تست بگیرید. برای مثال دیدید کندل داره یه دونه اوردر میتونید اینجا بذارید. دیدید کندل داره هیجانی تشکیل میشه، اینجا نقطه ورودتونه، 1 2 اینجا نقطه خروجتونه، اینجا اینترتونه، اینجا تیپی شما هست. و همین ایزی، واقعا کاری نداره. جای دیگه برای مثال که تشکیل بده، پایین 65 نقاط ممکن بوده اذیت کنه، اینجا میره بالایش، اینجا بوده. نقطه بعدی ورود رو دارم واسهتون مشخص میکنم، اینجا بوده. البته کندل بعدیش میشه اینجا. ببینید اینجا نقطه ورودتونه. چرا؟ از دو جهت، هم پایین 65 لولتون و جفتش هم به رنگ آبیه، هم این به رنگ از کندل بعدی به رنگ آبی شده، هم این از کندل بعد به رنگ آبی شده. 1 2 دو تا کندل باش همراه میشید و از بازار سودتون رو به راحتی میگیرید و اصلا کاری نداره. بچه ها اگر دوست داریم ما کلی استراتژی باینری آپشن دیگه که واسه شما تهیه کنیم، شما به راحتی میتونید واسه ما در قسمت سایت FX Maxi برامون کامنت های قشنگ بذارید که این کامنت های قشنگ شما باعث میشه که ما انرژی بگیریم و این انرژی گرفتن ما باعث میشه که ما استراتژی های خیلی 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 بیشتری رو برای شما تهیه کنیم. پس لطفاً 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 حمایت از ما یادتون نره. خب بریم سر وقت ویدیو. خب بچه برای سل گرفتن باید حواستون به چند تا نکته باشه. دقیقاً ریورس همین تاییدیه ها رو باید بگیرید. ببینید زمانی که میبینید از اینجا داره قرمز میشه، این نقطه ورود شماست. حالا به صورت کلی بخوام بررسی کنم، از قبلش داره اخطار به شما میده. وقتی که بچه میاد بالای پایه 64 واسه شما یه قله میسازه، شما دیگه کم کم باید متوجه این قضیه بشید که الان ممکنه یه سلی به شما بده. خب خیلی عالیه. اولین قضیه اینه که بالای سطح 64 شما بره. بعد از اینکه بالای سطح 64 شما رفت، اینه که دوتا به اصطلاح تاییدیه های شما به رنگ قرمز باشه. این اولیش، این دومیش. ببینید این اولیشه، این دومیشه، این هم سومیشه. اینجا پس جای سل گرفتن یا جای اینتر شماست. 1 2 3 اینجا اینترتونه، اینجا تیپیتون. به همین راحتی، واقعا کاری نداره و میتونید از این سیستم استفاده کنید، فقط به شرطی که بچه بک تستش رو بگیرید تا دچار مشکل نندازه شما رو. یه شرایطی هم هست، برای مثال مثل اینجا 1 2 3 اینجا مثلا مثال نقض بوده. چرا؟ چون داتای بدی رو به ما داده و به اصطلاح به همین شکل. جای دیگه اینجا مثلا واسه بای گرفتن نقطه خوبی بوده از اینجا ها، تقریبا اینجا نقطه ورودتون بوده. 1 2 3 اینجا تیپیتون، اینجا اینترتون. داتای آبی بالای 65 هم نرفت. به همین راحتی و شیرینی. متشکرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگر براتون سوالی باقی مونده بود میتونین با پشتیبان سایت FX Maxi در ارتباط باشین. کارشناسان ما در کمترین زمان پاسخ شما رو خواهند داد. متشکرم، روزتون بخیر.